امروز در شهر دوشنبه ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی و مسئولین ساحه فوتبال مملکت دایر گردید. در جمع آمد رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان، شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، نمایندگان حکومت مملکت در شهر و ناحیه‌ها، مسئولین فدراسیون فوتبال تاجیکستان و نمایندگان دایره صاحبکاران کشور شرکت ورزیدند. در جریان ملاقات ذکر گردید که فوتبال یکی از معمولترین نمودهای ورزش در جمهوری تاجیکستان به حساب رفته عامل مهم انکشاف جسمانی و معنوی و تربیت شخص می باشد. قید گردید که فدراسیون فوتبال تاجیکستان توسط تکمیل ساختار اداری خود و تشکل نقشه‌های تاثیربخش کار جهت رشد فوتبال در سطح جمهوری و منطقه‌های آن جلب و راه‌اندازی کردن لایحه‌های نوی آماده‌گردانی فوتبال و تا حد امکان دستگیری نمودن دسته‌های لیگ‌های سطح دخلدار چاره‌جویی نموده است. با تلاش‌های پیگیرانه فدراسیون فوتبال مملکت طول سال‌های اخیر رشد به‌میلان فوتبال در جمهوری تامین گردیده، اشتراک دسته‌های منتخب و تیم‌های ما در مسابقه‌های با نفوذ بین‌المللی امکان‌پذیر گردید. ولی نوبسته از دستاوردها و شرایط‌های مهیا گردیده در فعالیت تشکیلات‌های ساحه ورزش کشور وابسته به عمومی‌گردانی فوتبال و به طلبات زمان معاصر مطابق نبودن سمت اساسی کاربری، تعمیر و از نوسازی اینفراستراکچور ساحه، پرقوت کردن تیم‌های منتخب و به این وسیله شایسته و سزاوار معرفی کردن فوتبال ملت در عرصه بین‌المللی یک قطار کمبودی و مشکلات جای دارند که بررسی و حل سریع خود را تقاضا می‌نمایند. در ادامه اوید به وضع امروزه رشد ساحه فوتبال ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها مشکلات جای داشته و راه‌های برطرف نمودن آنها رئیس ولایت ختلان سعید دولتعلی و رئیس ولایت سغد احمدزاده رجب‌بای حسابات دادند. در جنبه ملاقات پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی سخنرانی نموده با راهبران وزارت اداره‌ها، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها مسئولین فدراسیون فوتبال برای تامین رشد فوتبال در مملکت از جمله جهت به طلبات استانداردهای بین‌المللی مطابق نمودن فعالیت و بلند برداشتن سویه تخصصی مربیان و داوران و کمیسران و متخصصان تیمی ورزش، زیاد کردن اشتراک دسته‌های فوتبال شهر و ناحیه‌ها در لیگ‌های عالی و یکم، تشکیل نظام آبادانی، روشننمایی و نصب تابلوها در ورزشگاه‌های مرکزی شهر و ناحیه‌ها، جلب متخصصان صاحب تجربه و تامین نمودن ثمراناکی نشاندهنده‌های ورزشی دسته‌های فوتبال شهر و ناحیه‌ها، آموزش و استفاده تجربه پیشرفته عاید به ترغیب فوتبال، جلب مخلصان به فوتبال و نظام کار با آنها، رشد فوتبال کودکان و نورسان با استفاده از امکانیت‌های مقامات وکالتدار دولتی در ساحه معارف، کار با جوانان و ورزش، برگزار نمودن مسابقه‌های هر ساله لیگ فوتبال دانشجویان دستور و سفارش‌های مشخص داده از مسئولین تامین ثمراناکی فعالیت را در این سمت طلب کردند.